أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
فلما أتاها نودي يا موسى. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صلوات بر محمد و آل محمد. گرچه حسن به معنی زیباست، لیک تو پیشیز خویش جستی و زیباترین شدی. بعد از علی به باغ امامت دوم گلی، در بوستان اسمت اگر چارمین شدی. صلح تو خود مقدمه جنگ کربلاست، تو رهگشای کوکبه شاهدین شدی. علم از نبی گرفته و شکیبایی از امام، وانگاه بر رسول و علی جانشین شدی. بدون تأخیر از گروه بین المللی معراج دعوت میکنم برای اجرایشون تا تشریف‌آوریشان سمت جایگاه دهنمون رو مطهر کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. شب گذشته قطعاتی رو خدمت شما تقدیم کردیم و با استقبال شما مواجه شده. دوستان درخواست داشتن که اثر اسماء الحسنا رو که به مناسبت این ماه عزیز هر شب پخش میشه خدمتتون مجدد اجرا داشته باشیم و بعد از اون هم در مدح آقا امام حسن مجتبی قطعه‌کاری رو تقدیم کنیم. در پایان مراسم امشب و بعد از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمودی قطعه‌کار عیدانه رو تقدیم خواهیم کرد، انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار
الشفيع النور الهادي البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. آمد فصل تراوت، موسم شادی دلها، نیمه ماه خدا و میلاد یوسف زهرا. آمد فصل تراوت، موسم شادی دلها، نیمه ماه خدا و میلاد یوسف زهرا. مبارکه خنده روی صورت زیبای مولا، مبارکه شادی و شور و سرور قلب زهرا، مبارکه جشن میلاد کریم آل طاها. مبارکه خنده روی صورت زیبای مولا، مبارکه شادی و شور و سرور قلب زهرا، مبارکه جشن میلاد کریم آل طاها. سائل نان امام حسن هستی، سائل نان امام حسن هستی. ما گدایان امام حسن هستی، سائل نان امام حسن هستی، سائل نان امام حسن هستی. آمد فصل تراوت، موسم شادی دلها، نیمه ماه خدا و میلاد یوسف زهرا. مبارکه خنده روی صورت زیبای مولا، مبارکه شادی و شور و سرور قلب زهرا، مبارکه جشن میلاد کریم آل طاها. مبارکه خنده روی صورت زیبای مولا، مبارکه شادی و شور و سرور قلب زهرا، مبارکه جشن میلاد کریم آل طاها.
خانه شیر خدا امشب پر از نور خداست. البشار لیله میلاد مصباح الهداست. بر سر دوش نبی شمس ولایت جلوه گر، پیش روی فاطمه مرات حسن ابتداست. فاطمه آورد فرزندی که در قدر و جلال هم محمد هم امیر المؤمنین و هم مجتباست. در این بخش برنامه استفاده خواهیم کرد از تلاوت استاد مجیدی مهر تا تشریف‌آوری ایشان سمت جایگاه صلوات مهدی پسند ختم بفرمایید. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم فرارسیدن میلاد با برکت حضرت امام مجتبی علیه السلام. انشالله که هممون بتونیم از رهروان واقعی این امام همام و ائمه اطهار علیهم صلوات الله اجمعین باشیم. صلواتی رو هدیه بفرمایید. و آل محمد و عجل فرج. خدا قوت میگم به همه عزیزانی که در برپایی این مراسم نورانی به هر نحوی نقشی رو ایفا کردن. انشالله که قدمهای شما در مسیر قرآن و اهل بیت ملغزد. تشکر ویژه میکنم از برادران عزیزم، جوانان ارزشمند قرآنی گروه بین المللی معراج که در این سفری که به کشورهای مختلف دنیا داشتن امسال سعادتی نصیب بنده شد در معیت این برادران ارجمندم. سفری رو به چند کشور داشته باشیم. انشالله که مردم عزیز هم بتونن از برنامه‌های زیبای این عزیزانمون بهره ببرن. یه عزیزی یه جمله‌ای به من گفت لحظه‌ای که داشتم وارد مراسم می شدم و از من خواست که آیا میشه چند بیتی رو مولودی بخونیم در مدح و ثنای امام مجتبی. من عرض کردم که من مداح نیستم، ولی از باب این که یه ورودی بشه که انشاءالله هم فیض ببریم از بیانات حجت الاسلام و المسلمین آقای محمودی عزیز و هم انشاءالله اجرای ایدانه گروه معراج ما هم انجام وظیفه میکنیم و انشاءالله در این سفره سعی میکنیم ولو نمکی اندک ما هم نقشی داشته باشیم. یکی دو بیت میخونم، شما دست بزنید در این عید نورانی و بعد هم انشاءالله آیاتی از کلام الله مجید تلاوت خواهد شد. اگه آماده هستید یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی ساقیا ساقیا لحظه ای از وفا کنج میخانه را کن نگاهی. گوشت با منه. ساقیا ساقیا لحظه ای از وفا کنج میخانه را کن نگاهی. بده جامی مرا مست مستم نما مست مستم نما
بار دیگر از بیت حق میرسد این سخن شد میلاد مولا امام حسن از بیت حق میرسد این سخن شد میلاد مولا امام حسن مولا مولا یا حسن جانم مولا مولا ماشاءالله نه مولا مولا ماشاءالله به این صداهای خسته مولا یا حسن جانم به شمس جمالش دست مرتب. خب دیگه ما بیشتر از این بلد نیستیم حقیقتا، همین میزان انشالله از ما بپذیرید و بعد دوستان عزیزمون حتما میان و فیض میدن، هم حاج آقای محمودی عزیز هم بچه های با صفای گروه معراج. این روزها هر جا تلاوت قرآن شنیدید احتمال زیاد آیات نورانی سوره مبارکه انسان رو شنیدید که مناسبت داره و اون داستانهای معروفی که در مورد فضل و کرامت اهل بیت به ویژه امام حسن مجتبی مطرح هست. ما هم چند آیه‌ای رو تلاوت میکنیم و بعد هم از همتون التماس دعا جهت اینکه انشالله قلوبمون به نور قرآن نورانی گردد. باز هم دهانتون رو خوشبو کنید به ذکر صلواتی جانانه بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات ضمن تشکر از تلاوت زیبای استاد مجیدی مهر برای سلامتیشون یه صلوات مهدی پسند ختم بفرمایید. در این بخش برنامه استفاده خواهیم کرد از بیانات حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمودی تا تشریف آوری ایشان سمت جایگاه. دهنتون رو مطهر کنید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
تعجیل در فرج آقا و مولامون امام زمان اجماعاً صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طویلا. جهت خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم دهان خودتون رو خوشبو کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في أراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. با عرض سلام و ادب و احترام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان مجدداً تبریک و تهنیت عرض میکنم به نوبه خودم. میلاد با سعادت کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو انشاءالله که به یمن قدوم پربرکت کریم اهل بیت به برکت ماه مبارک رمضان خداوند متعال توفیق معرفت، محبت و عشق نسبت به اهل بیت و آقا جانمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو شامل حال همه ما بگرداند. عنایت کنید جهت برطرف شدن مشکلات، گرفتاری ها، کسالت ها، جهت برآورده شدن حاجات، شفای مرضا، صدر دعاهامون، سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان اجماعاً صلوات ختم بفرمایید.
خب همونطوری که ابتدای جلسه مجری محترم فرمودند، متاسفانه سخنران و مداح ویزا نتونستن بگیرن. میگفت یه جایی یه سخنرانی لازم داشتن، یه آخوندی میخواستن، رفتن دنبال فلان آخوند بیارن این برنامه رو اجرا کنه. نتونستن، موفق نشدن اون بنده خدا رو بیارن. گفتن اب نداره، به جهنم برید فلانی رو بگید بیاد. حالا ما شما ما رو تحمل بکنید، ببخشید، سرتون رو درد میاریم. شب شام ولادت آقا امام مجتبی کریم اهل بیت دعا کنید انشالله مشکل ویزاشون حل بشه، بالاخره هم از شر ما راحت بشید و هم انشالله سخنران و مداح برسن که انشالله این جلسه با شکوه بیشتری برگزار بشه. به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم از دوستان عزیزم در گروه بین‌المللی معراج که بیش از 10 سال هست توفیق خدمت به ساحت قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت رو در کنار این عزیزان بنده دارم و بسیار برای من باعث افتخار هست. همچنین تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مجیدی مهر که هم با نوای گرمشون با تلاوت زیباشون ما رو به فیض رسوندن. جهت سلامتی تمام نوکران به محضر قرآن و اهل بیت، بالاخره افرادی که به هر نحوی نوکری میکنن در محضر قرآن و اهل بیت، انشالله که در پناه قرآن و اهل بیت باشن. باز هم صلوات ختم بفرمایید. در بحث احکام روزه فرمودن که در یک سری از موارد روزه واجب نیست، همونطوری که فرض کردن بر ما که بالاخره روزه چه از جهت معنوی و چه از لحاظ جسمی آثار و برکاتی دارد و فرض بر ما شده، از اون طرف هم یه عده‌ای خب برشون واجب نیست. گاهی اوقات انسان میبینه افرادی رو که حقیقتاً توانایی گرفتن روزه رو ندارن و برشون واجب نیست، اما میخوان هر جوری شده روزه رو بگیرن. خب همونطور که خدا روزه رو واجب کرده، اگر ضرر داشته باشه، کسی بیمار باشه، حالا مواردش رو یک به یک عرض میکنم، نتونه روزه بگیره، دیگه روزه برش واجب نیست، دیگه این آسیب رسوندن به بدن حرام میشه. فرمودن پیرمرد و پیرزنی که گرفتن روزه برای اونها مشقت دارد، روزه برشون واجب نیست. این مورد اول. مورد دوم، زن بارداری که گرفتن روزه برای حمل یا خودش ضرر دارد. 3. زن شیردهی که روزه گرفتن برای طفل او ضرر داره، این دیگه روزه گرفتن برش واجب نیست. 4. بیماری که گرفتن روزه برای او ضرر دارد. حالا این موارد رو من عرض میکنم. این نکته این که این بیماری که ما عرض میکنیم گرفتن روزه براش ضرر داره، چه بیماری باشه، مشقتش تا چه حدی باشه، اینها دیگه بر عهده خود مکلف هست که تشخیص بده آیا الان این ضرر داره و با مشورت پزشک متخصص که آقا الان این گرفتن روزه ضرر داره به بدن شما میرسونه، این دیگه اینجا روزه برش واجب نیست. کسی که بیماری دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند. 6. کسی که به سن بلوغ نرسیده. 7. زنی که خون حیض و نفاس می بیند. 8.
مسافری که بیش از حد مسافت شرعی می رود و قصد اقامه 10 روزه نمی کند. یعنی اگر بیش از حد مسافت شرعی رفت، قصد اقامه عشره کرد، خب این میتونه روزه بگیره، اما اگر قصد نکرد روزه برش واجب نیست. 9. دختری که به جهت ضعف بنیه گرفتن روزه برای او مشقت دارد. خب خوبه که انسان فرزندان خودش رو، چه دختر چه پسر، به سن بلوغ که میرسن بالاخره کم کم اینها رو با مسائل احکام شرعی، با نماز، قرآن، روزه آشنا بکنه، کم کم اینها رو عادت بده. اما زیاد بخوایم سخت گیری بکنیم که الا و لابد تو الان 9 سال شده باید کامل بگیریم، این فشار اضافی آوردن، اجبار کردن نه تنها فایده مثبتی نداره، گاهی اوقات زده میکنه فرزندانمون رو از مسائل دینی. خب یه دختری مثلا به سن 8 سال 9 سال رسیده، تا ظهر بگیره، یه مقدار روزه بگیره، همین که آشنا بشه، حالا سال دیگه تونست کامل بگیره. 10. کسی که بیهوش است و یا در کما به سر میبرد. 11. دیوانگان و افرادی که مجنون هستند. این نکته رو من عرض کنم که در کنار این افرادی که روزه گرفتن برشون واجب نیست، یه سری افراد هستن که عذرهاشون بی اساسه، عذرشون اصطلاحاً پذیرفته نیست. حالا ما این موارد رو عرض کردیم. یه عده‌ای دیگه دمدمای ماه رمضان که میشه آخرای ماه شعبان، دیگه اینا دیگه سنگکلیه میگیرن و مشکل معده پیدا میکنن و زخم معده پیدا میکنن و 1000 تا بیماری که ناشناخته و یه سری از عذر هاست که اینها بی اساسه و روزه رو اصطلاحاً ساقط نمیکنه از گردن اون شخص مکلف. روزه بر همه کسانی که شرایط لازم رو دارن واجب است، مگر بر کسانی که عذرهایی همچون بیماری و این مواردی که عرض کردیم که البته آنها نیز باید حرمت این ماه رو نگه دارن. خب حالا شما روزه نمیتونی بگیری، بیماری داری، دلیل و عذر موجهی داری، نمیتونی روزه بگیری، ولی حرمت ماه مبارک رمضان رو هر جور که شده باید نگه داریم. این که بگیم آقا من روزه نیستم، مثلا نمیتونم روزه بگیرم به علت این که مسافرم یا به این علت که بیمارم، بیام علنا در منظر عموم روزه خواری بکنم، این صحیح نیست و حرمت ماه مبارک رو باید نگه داریم. در این بین عذرهای بی اساس وجود دارد که پذیرفته نیست. مثل چی؟ مثل زمان امتحان. میگه آقا من سختمه، دارم درس میخونم، کلی باید انرژی بذارم، وقت بذارم، امتحان دارم، استرس دارم، لذا نمیتونم روزه بگیرم. این عذر پذیرفته نیست. خب اگه اینطوری باشه که خیلیا بالاخره شغلهایی دارن که سخت، مشقت داره، کشاورزی داریم که از صبح زود بلند میشه میره کشاورزی میکنه تا غروب مشغول، اینها عذرهایی نیست که پذیرفته شده باشه. و امثال ذالک، کسی که سحری نخورده بگه چون سحری نخوردم روزه نگیرم، یا عدم رضایت پدر یا شوهر و مسافر بودن تا قبل از حد ترخص. انشالله که خداوند متعال توفیق عمل به احکامش رو به ما عنایت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. با توجه به اینکه ما در ایام ولادت آقا امام مجتبی قرار داریم و یکی از بارزترین ویژگی‌های اخلاقی امام مجتبی سخاوت
و کریم بودن آقا امام مجتبی است. مناسب دیدم که چند جمله درباره انفاق و روحیه سخاوتمندی که همونطور عرض کردم از بارزترین ویژگی های امام مجتبی رو انشالله خیلی کوتاه محضر شما عزیزان عرض بکنم، انشالله که مفید و فایده باشد. سخاوت آقا امام مجتبی خب زبان زد عام و خاص بوده و اشتهار تاریخی داره. آقا امام مجتبی در طول عمر شریفشون 2 بار تمام اموالشون رو در راه خدا انفاق کردن. حالا ما تصور بکنیم، خب این حرف رو ما میشنویم ولی یه مقدار بهش فکر بکنیم. شما کلی زحمت بکشی، وقت بذاری، یه عمر سرمایه جمع بکنی، بعد همه اینو در راه خدا انفاق بکنی. ببینید این چه روحیه‌ای میخواد. و 3 بار آقا امام مجتبی اموالشون رو به 2 نیم تقسیم کردن، 1 نیم رو برای خودشون و 1 نیم رو در راه خدا برای مستمندان، مستضعفین و فقرا در راه خدا انفاق کردن. این ویژگی یعنی انفاق یکی از آموزه های اخلاقی است که حقیقتاً بسیار ارزشمنده. در آموزه های دینی ما در روایات و در آیات قرآن کریم بسیار بهش اشاره شده و نسبت به این موضوع و مقوله بسیار هم تأکید شده. البته مقوله انفاق یک مسئله نیست که ما تا میگیم انفاق، سخاوتمندی، کرامت، همه ذهنشون میره به سمت امور مالی، در حالی که انفاق میتونه در جاهای دیگه ظهور و بروز داشته باشه. ما فکر میکردیم که این معضل رو فقط ما تو ایران داریم که باید هی تذکر بدیم آقا مثلا خانوما لطف بکنید سکوت رو رعایت بکنید، یه صلوات خط بفرمایید. مسئله انفاق در جاهای زیادی خودش رو نشون میده. در آیات و روایات داریم اینی که شما یه جایی سد معبر هست راه رو باز بکنی، این خودش انفاق محسوب میشه. اخلاق خوب انفاق محسوب میشه. برخورد خوب، روی خوش انفاق محسوب میشه. حتی جواب سلام دادن این خودش انفاق محسوب میشه. ما خیلی جاها میتونیم خیلی راحت بدون اینکه بخوایم هزینه‌ای بکنیم انفاق بکنیم. صله ارحام، عیادت از مریض، نمیتونیم تلفنی حال و احوال بپرسیم، اینا همه انفاق محسوب میشه و فقط منحصر در امور مالی نیست این مسئله انفاق. و آثار و برکات بسیار ارزشمندی در زندگی فردی و اجتماعی شخص انفاق کننده داره. برخی از آثار انفاق دنیوی و برخی اخروی هستند. من چند مورد رو یادداشت کردم، سعی میکنم خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت شما. آثار دنیوی انفاق، یکی از آثارش و یکی از موارد آثار دنیوی انفاق افزایش رزق و روزی است. یعنی اگه شما میخوای رزق و روزیت هم بیشتر بشه، دست بخشنده تری داشته باش، سخاوت بیشتری داشته باش، البته با اخلاص و با رضایت خدا، برای رضایت خدا، اینا شرطش هست. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی كل سنبلة 100 حبة
والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. سوره مبارکه بقره آیه 261. چطور افزایش رزق و روزی دارد؟ خداوند متعال تو این آیه شریفه میفرماید مثال کسی که انفاق میکنه در راه خدا مثل بذری است که این بذر رو بکاری 7 خوشه از این بذر رویانده شود، از این 7 خوشه هر کدام 100 دانه رویانده شود. یک بذر و یک دانه تبدیل به 700 دانه میشه. فی کل سنبلة 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء. آقا مگه ما اعتقاد به قدرت خدا نداریم؟ مگه اعتقاد به حکمت خدا نداریم؟ مگه اعتقاد به رزاق بودن خدا اگه بخواد یضاعف لمن یشاء چند برابر میکنه این انفاقی که شما با اخلاص و در راه رضایت خدا، نه این انفاقی که بخوای حالا خدای نکرده خودت رو جایی عرضه بکنی، خودت رو نشان بدی. اگر یه مقداری ناخالصی داشته باشه و اگه خدای نکرده رضایت خدا رو در نظر نگیریم، شاید اون اثری که باید رو نداشته باشه. والله واسع علیم. اینجا این موردی که برای تشبیه به کار برده شده در این آیه اختلافی است. یه عده‌ای از آقایون میگن اینجا مورد تشبیه اون مال و اموال انفاق کننده است که چند برابر میشه یضاعف لمن یشاء. بعضی از آقایون مثل آقای مکارم میفرماید اون شخصیت و خود شخص انفاق کننده، اعتبارش، شخصیتش، معرفتش چندین برابر میشه. ببینید این پرنده ها، جوجه ها، اون قسمتی که آب براشون قرار میدن میان اونجا آب بخورن، سیستمش یه جوری طراحی شده هر چقدر از این آب بیشتر میخورن این آب میاد بر میگرده به این ظرف اضافه میشه. هر چقدر انسان دوروبر خودش اصطلاحاً نانخور بیشتری داشته باشه، مستمندان بیشتری رو زیر بال و پر خودش بگیره، توجه بیشتری به فقرای اطراف خودش داشته باشه و این روحیه رو، روحیه انفاق و سخاوتمندی رو در خودش گسترش بده، برکت بیشتری و رزق بیشتری از اون طرف خدای متعال شامل حالش میکنه. دومین اثر دنیوی انفاق تعادل اقتصادی بین قشرهای مختلف هست. یکی از مشکلات و معضلات مهمی که در طول تاریخ در اعصار مختلف گریبانگیر جوامع مختلف بوده همین اختلاف طبقاتی بوده. یه عده‌ای در فقر، یه عده‌ای در ثروت. اگر این روحیه انفاق رواج پیدا بکنه و ما در خودمون این روحیه رو گسترش بدیم و در اطرافیانمون سعی کنیم این روحیه رو در جامعه خودمون رواج بدیم، این روحیه رو کم کم این تعادل برقرار میشه و این اختلافی که در طبقات مختلف جامعه هست از بین میره و نه تنها برای شخص انفاق کننده و ثروتمند که انفاق میکنه اثر معنوی و اخروی دارد، به لحاظ اقتصادی و حفظ ثروت این شخص انفاق کننده هم برای اون اثر داره. ببینید یک جامعه وقتی یه عده زیادی ثروتمندن و یه عده فقیر، خب این فقرا گاهی اوقات ناچار میشن دنبال راه خلاف برن، راه دزدی برن که بتونن تأمین بکنن، یه جوری ناچار میشن. اگه افراد ثروتمند این روحیه رو داشته باشن، انفاق بکنن، حواسشون به فقرا و مستمندان باشه، این عاید
اثر مثبتش عاید خودشون هم خواهد شد. بنابراین این روحیه انفاق و ایثارگری قبل از این که برای محرومان و مستمندان مفید باشه، برای خود اون شخص انفاق کننده هم مفید هست، چرا که تعدیل ثروت موجب حفظ ثروت خواهد شد. 3. آرامش روحی و روانی. آرامش از ابتدای تاریخ از مهمترین اهداف بشریت بوده. بشر همیشه به دنبال آرامش بوده. ما هر جایی که نگاه میکنیم، هر کاری که میکنیم، اگر تلاشی میکنیم، کار میکنیم، تحصیل میکنیم، از فکر و اندیشمون استفاده ای میکنیم، برای چیه؟ هدف غایی و نهایی ما چیه؟ رسیدن به اون آرامش، رسیدن به اون آسایش. دنبال اون آرامشیم. همیشه انسان و بشر دنبال آرامش بوده. روحیه انفاق و سخاوتمندی باعث میشه که انسان به اون آرامش مد نظر، این اثباتش در سوره مبارکه بقره آیه 274 خداوند متعال میفرماد الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ وقت نگران نباشید. کسی که این روحیه رو داره هیچ وقت نیاز نداره که اصلا احساس ترس بکنه، احساس غم بکنه، احساس اندوه بکنه یا ناراحت باشه. همیشه در آرامش هست. این وعده خداوند متعال هست. اما آثار اخروی انفاق: 1. آمرزش گناهان. سوره مبارکه مائده آیه 12: اقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. کسی که، حالا این آیه طولانی هست، چند خط قبلش هست که کسی که صبر بکنه، اقامه نماز بکنه، اقرضتم الله قرضا حسنا، در راه خدا قرض بده، انفاق بکنه، لأکفرن عنکم سیئاتکم. آقا ما که معصوم نیستیم، هر کسی خطایی، گناهی، اشتباهی داره. یکی از راههای آمرزش گناه و یکی از آثار اخروی روحیه انفاق و سخاوتمندی همین آمرزش گناهان هست که می‌فرماید لأکفرن عنکم سیئاتکم، گناهان شما رو میبخشیم، و لأدخلنکم جنات تجری، نه تنها گناهان شما رو میبخشیم و میآمرزیم، شما رو داخل در بهشت میکنیم. و دومین اثر اخروی انفاق خیر و سعادت ابدی که آرزوی هر انسان مؤمنی است. بسیاری از علما دعای اصلیشون، اولین و آخرین دعاشون، این دعای عاقبت به خیری است که خدا انشالله آخر عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه. این روحیه اگر در شخصی گسترش پیدا کرد، پرورش پیدا کرد، روحیه انفاق و سخاوتمندی موجب خیر و سعادت ابدی اون شخص میشه. سوره مبارکه رعد آیه 22 فرماد والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار. پایان نیک سرای دیگر و آخرت برای این شخصی است که انفاق میکند، حالا سرا، مخفیانه، و علانیه یا آشکار. انشالله خداوند متعال به برکت نام آقا امام مجتبی کریم اهل بیت به ما این توفیق رو عنایت کند، این روحیه رو
سخاوتمندی و انفاق رو در خودمون پرورش بدیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ابا محمد یا حسن بن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها ما را غلام کوی حسن آفریده اند مبهوت و مات روی حسن آفریده اند خورشید را به این همه نقش و نگارها از طلعت نکوی حسن آفریده ام روشن ز نور روی مهش گشت روزها روشن ز نور روی مهش گشت روزها شب را اسیر موی حسن آفریدن آری آری ز مقدمش همه جا بوی گل گرفت آری ز مقدمش همه جا بوی گل گرفت گل را ز رنگ و بوی حسن آفریدن صلوات خط کنید. از انبیا و اولیا همه را صف به صف ببین مدهوش خلق و خوی حسن آفریده میل نگاه هرچه گدایان شهر را آری به سمت و سوی حسن آفریده ام تشنه ام تشنه مرا آب حیاتی بفرست به دل سوخته من
برکاتی بفرست، شام میلاد کریم است، کریمانه بیا، ماه بر نیمه رسیده، صلواتی بفرست. چند بیتم من میخونم، اگر صلاح میدونید دست بزنید، مشکلی که نداره. آی دکتر اشکالی نداره، برای ما مشکلی نیست، برای شما میگم. شب شور و قیامت، شب شور و قیامت، که نورانی سیامت، شب میلاد پاک حسن دوم امامت، مهر احمدی مه محمدی، عزیز فاطمه خوش آمدی، مهر احمدی مه محمد، عزیز فاطمه خوش آمدی، مهر احمدی مه محمد، عزیز فاطمه خوش آمدی. خجل شد ماه گردون ز رخسار نکویش، دمادم بوسه گیرد علی از ماه رویش، خجل شد ماه گردون ز رخسار نکویش، دمادم بوسه گیرد علی از ماه رویش، دل به سوی او، دل به سوی او، فدای خوی خدا بود مدیح گوی او، مهر احمدی مه محمدی، عزیز فاطمه خوش آمدی، مهر احمدی عزیز فاطمه خوش آمدی. مدینه وادی طور، نبی خوشحال و مسرور، به روی دست زهرا بود نوران علی نور، به روی دست زهرا بود نوران علی نور، حاجت مرا کن از کرم رو، عزیز فاطمه یا مجتبی، مهر احمدی مه محمد، عزیز فاطمه خوش آمدی، مهر احمدی عزیز فاطمه خوش آمدی. زنید کف جمله یاران، زنید کف جمله یاران، بود صبح بهاران، به دستان کریمش نگاه روزداران، به دستان کریمش نگاه روزداران، یار من حسن دلدار من هست، تویی دار و ندار من حسن، مهر احمدی مه محمد، عزیز فاطمه خوش آمدی، مهر مه محمدی، عزیز فاطمه. امشب ز امشب ز نور خدا می
سرمنشأ احسان و صفا می آید در دهر تمام شیعیان مسرورند زیرا که امام مجتبی می آید در دهر تمام شیعیان مسرورند زیرا که امام مجتبی می آید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حاج آقای شیخ مهران تشریف بردن ها. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق زهرا. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا آقا و مولامون امام زمانمون برسان، در فرجش تعجیل بفرما، قلب نازنینش از همه ما راضی و خشنود بگردان. خدایا تا ما رو نیامرزیدی از این دنیا مبر. اموات گذشتگان ذوی الحقوق، علما، صلحا، شهدا، پدر و مادرها، اموات جمع حاضر، اموات من آسی، همشون امشب مهمان خانه پر کرم آقا امام مجتبی بگردان. فردای قیامت علی و اولادش فریادمون برسان، حاجات برآورده به خیر بگردان، مشکلات گرفتاری ها کسالت ها مرتفع بگردان. خدایا عاقبت ما خط به خیر و شهادت رقم بزن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. بالنبی و آله رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.